سلام بیننده های بسیار عزیز، خدا کنه هر کشید دنیا باشین، جور خوب و سر حال باشین. امروز ما آمدیم در پارک بی بی ساره. برنامه‌ای که بر شما ترتیب دادیم، امیدوارم که تا آخر بیننده آن باشین و از منظره برنامه مستفید شوید. سلام علیکم برادر، خوب هستین سلمان؟ و علیکم السلام، شما خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ زنده باشین. در این فضای آزاد به خاطر درس خواندن من فکر بله کنم. سه بله. خب میشه فصل امتحان است. معرفی کنین بر ما؟ اینام الله هستم، افضل تخلص میکنم از ولایت بدخشان، محصل معالجوی در یکی از پانتون‌های خصوصی. شما از بدخشان اینجا مسافر هستین؟ بله. خب میشه بر ما بگوین که وقتی یک انسان قهر میشه همین عصبانیت خودش چطور میتونه کنترل کنه؟ باید انسان از خود اداره بکنه، منیجمنتی داشته باشه که خود یه ذره کنترل بکنه. مثلا کوشش بکنه که در وقتی که قهر است چیزی را که شکننده است در دستش نباید بگیره، یا خود یه ذره چیز کنترل بکنه. یعنی فضای آزاد باشه، یک گوشه که فضای آرام است اوجا خود بگیره، اختیار بکنه. خوب است. میشه بر ما بگین خودتان که قهر میشین چطور خود آرام میکنین؟ ما کوشش خب فاکتورهای بسیار فاکتورها هست که باعث عصبانیت میشه. امراضای مختلف است. مثلا کسی فشار خونی بلند داره، مثلا شکر داره، مثلا سنش بلند است. این فاکتورها هست که باعث عصبانیت نزد یک شخص میشه و کنترل شخصا سر خودم یک روز بیاید، یک حالت بیاید در یک گوشه خدا کوشش میکنه در یک گوشه باشه که خلوت باشه، یا اتاق تنها باشه، یا مثلا یک پارک باشه، یک پارک آزاد باشه. علیکم السلام، تشکر، بخیر باشین، زنده باشین. میشه خود معرفی کنین؟ اسم ما محمد عمر است. خب محمد جان، میشه برای ما بگوین که یک انسان وقتی که قهر میشه چطور هم قهر عصبانیت خود کنترل میکنه؟ و از زمانی که انسان قهر و یا غضب میشه، این حدیث نبوی است، حدیث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. میتونیم که یک 7 متر قدم بانیم یا وضو بگیریم که امی وضو گرفتن وجود انسان سرد میشه، دوباره از امی خشم و غضبی که دموسانی از طرف شیطان در وجود از هورمون افراز میشه، این هورمون خود کنترل کنه. خب شما گاهی عصبانی شدین؟ بله بسیار زیاد عصبانی شدیم. وقتی که شما عصبانی میشین خودتان قهرتان چطور کنترل میکنید؟ من که زمانی که عصبی میشم یا قدم میگذارم یا وضو میکنم، 5 وقت نماز میخوانم، در 5 وقت نمازم دعا میکنم که خداوند از خشم و از غضب نگاهم کن. و خشم و غضب باعث از این میشه که انسان به بسیار گناه و مرتکب کارهای بسازه که او دیگه انجام خوب تر نداره. خب تشکر میکنم شما برادر که وقتتون بر ما داریم. امیدوارم که کلمات شما مفید بر دیگر جوانای ما واقع شود و از این کلمات در وقتی که زیاد عصبانی میشه استفاده مفید بیا چې راځي نو پاچایي به د چا وینا جانانه ستا په پاچایي کې. بخیر باشین، سلامت باشین. اسم تو؟ اسم ما نصیر احمد. نصیر احمد جان، میشه برای ما بگوین که یک انسان چطور میتونه قهر رو کنترل کنه؟ وقتی که یک انسان دچار مشکلات میشه یا کار میشه که باعث قهر شدن میشه، باید اول یک نفس عمیق بکشه یا یک جای گوشه نشینی را اختیار کنه
یا که دستوری خدا بشوره یا که پیشانی خدا مساج بده. با این حالت میشه که آدم قهر غضب خدا کنترل کنه. وقتی خودتان قهر میشین چطور قهر خدا چی میکنین آرام میکنین؟ زمانی که ما قهر شم یک جای خلوت بر خود پیدا میکنم در موجه تا 1 ساعت نیم ساعت که نه از دان من چیزی برای و نه باعث اذیت بر دیگران شم در موجه خود قرنطینه میکنم. باید تو وقتی قهر شدین چیز را شکستنده باشین با خود یا با دیگران آسیب رسانده باشین؟ ما وقت قهر شم یک دستوری خدا تازه میکنم، یک نفس عمیق میگیرم یا ای که یک جای خدا قرنطینه میکنم. سلامت بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خوب هستین؟ زنده باشید. میشه خدا برای فکر برمون؟ بهرام هستم، واصل هستم، باشنده میناخی هستم. خب بسیار خوب. بهرام جان اینجا به خاطر درس خواندن آمدید؟ به خاطر درس خواندن. خب بسیار خوب. بهرام جان به خاطر درس خواندن آمدید بر ما میشه بگویید که وقتی که قهر میشیم عصبانیت خودش رو میتونیم کنترل کنیم؟ عصبانیت با صبر کردن میتونیم کنترل بکنیم و از کسی که عصبانی هستیم میگیمش که در خم خدا نزنه با میشه کنترلش کرد. راه مختلف هست. میتونیم نماز بخوانیم، میتونیم در یک جای آرام بریم، خدا آرام بسازیم. گاهی در زندگیتان عصبانی شدید؟ بله، یک چیز طبیعی است. در وقت عصبانیتتان خودتان چطور کنترل کنید؟ تو وقتی یک چیز شکستنده باشین یا با کسی یا با خودتان آسیب رسانده باشین؟ نه، در وقت عصبانیت فقط از کسی قهر هستم دور میرم ازش که با دور رفتن آرام میشی. نهایتا نماز میخوانی یا یک جای آرامتر میری، عصبانیت هم کم میشه. خب بسیار خوب، تشکر میکنم از اینکه بهرام جان به سوالات ما جواباتی داده که امیدوار هستم جوانان ما از این جوابات مثبت شما مستفید شوند و بتانند که به می سیستم می روند که وقتی که قهر میشن عصبانی بشن و قهر عصبانیت خود کنترل کنند. کسایی که البته که سر خود حاکم نیستن کنترل نمیتونن. از اینکه وقتتون بر ما دادید تشکر از شما، وقت شما رو خوش. وعلیکم سلام. فرجان خیر جوړه. زنده باشین برادر. میشه خود معرفی کنید اسمتان؟ اسم من نمرالله. خب نمرالله جان میشه برای ما بگین وقتی که قهر میشیم چطور میتونیم قهر عصبانیت خود کنترل کنیم؟ بس اول خو قهر کیږو نه که بیا قهر سو بس شیطان ولا حد کو او په خپل کار باندې ځان مصروف کو ان شاء الله قهر بم نه. بسیار خوب. شما گاهی قهر شین وقتی قهر شین قهر غضب خودتان چطور کنترل کنید؟ بس نماز میخوانم او دست کو عبادت کو په دغه باندې ځان مشغوله کو. بسیار خوب. شما به طریق نماز خواندن یا این قهر خود کنترل نفا بلی بدر تغلی و گورما رنگ می پتا پسی جیڑیگی خلقو توایم چی جیڑینی بلی ما رنگ می پتا پسی جیڑیگی ستا درات لونه توگ دیگی مڑا بشما سلام خواهر عزیز، زنده باشی، بخیر باشی. میشه قدم نخواست خود معرفی کنیم؟ بلال احمد هستم، یکی از باشندگان شهر کابل.
خب احمد جان، سوال که ما شما میکنیم است که شما چطور میتونیم وقتی که عصبانی باشیم و قهر عصبانیت خود کنترل کنیم؟ قهر عصبانیت خب اول از نگاه دیدگاه اسلام هم برات گفته که هر وقت انسان قهر شده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اول باید وضو بگیره. اگر در وضو هم فهمید قهرش نشید باید بره نماز هم بخونه امروز که قهر ازی بشینه. وقتی که در نماز هم چیش نشینه قهرش نشینه، مثال یک نفر از دفتن احساساتی میشه، خیلی قهر غضبش سرش زیاد است، میتونه که دفتن که غضب شد میتونه بشینه یا شیشتگاهی بود دفتن میتونه بخیزه. اینمی خودش یک کنترل قهر غضب است که سر یک انسان وقتی غضب میایه امی وجودش تماما آتشه که در قلبش هست، می تو فکر کو در میگیری رگایش که پندیدگی میشه، می از قهر غضبی از می جوشیدگی خونش است که چقدر خون زیاد جوش است، امی وقتی که انسان قهر میشه می رگایش حتی میپنده. امی نشان میده که انسان چقدر خونی جوش آمده، چقدر غضب است، چقدر قهر است. و این دمی یک کنترل شونمو است که انسان باید وضو کنه، نماز بخونه، اگه دو هم نشد میتونه دفتن اگه شیشتگی باشه بخیزه و اگه خیستگی باشه بشینه و استغفار بگویه، ان شاء الله غضبش کنترل میشه. چه رقم میتونی کنترل کنی؟ ما خودم کنترل قهر ما زیادتر وقت قهر میشم، کنترل قهرم هم دست نیست، بسیار زیاد قهر میشم و زیادتر وقت کوشش هم میکنم که نباید انسان قهر شوه، باید انسان خیلی نرم باشه، ملایم باشه. ولی ای که قهر میشین دیگه کنترل قهر خودم هم اینمو تو میگیرم، یا میرم موزی میکنم یا همون دقیقه مجرد ترک میکنم، یا که همین شیشتگی باشیم میخیزم اگه استاده باشیم فهمیدی پس میشینیم که می قهر که در وجود ما آمده همین پس گم شوه، یا حساب میکنم پیش خودم تو به حساب روانشناسی پیش خود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 10 چشمم پت میگیرم حساب میکنم که می قهر که در وجود ما هست، همین یکم خاموش سپوک دلار لازم خم بشینم. دوستان این بود برنامه امروز که تقدیم شما کردم. تا برنامه بعدی شما را به الله پاک می سپارم. الله یار نگهدارتان. خداحافظ.